خونه‌های دبی گرونه. خونه‌های دبی گرونه، مخصوصا اگه اقامت گرفتنم مد نظرتون باشه که از 750,000 درهم شروع میشه که یه چیزی حدود 17 میلیارد تومان به نرخ درهم امروزه. اما نکته اینه که شما با سرمایه‌گذاری ملکی توی دبی فقط صاحب یک خونه نمیشید، بلکه شما از همه امکانات این شهر مدرن بهره‌مند میشید و صاحب یک سبک زندگی با کیفیت میشید. از امکان تحصیل بچه‌هاتون تو بهترین مدارس و دانشگاه با استانداردهای بین‌المللی گرفته تا دسترسی به بازارهای مالی مختلف و راه اندازی بیزینس بدون محدودیت. پس دلیل این که ملک‌های دبی با ارزش هستن صرفا خود ملک و امکاناتش و کیفیت متریال نیست، پتانسیل عالی این شهره.